سردار، خیالی را متاسفانه کشتم. پلیس ها میگویند که خیالی را جنگاور کشته است. مرا هم انیق جنگاور کشتن خواسته بود. پلیس ها میگویند که کلتاکیلاس و جنگاور با هم دیگر همکار هستند. اگر کلتاکیلاس با جنگاور همکار باشند، آنها را یک جای میکشند. دروغی بی‌تمیز. آخر دستت برآمده بود کو؟ مگر بچه جانم یک جای شب را روز کردیم. بهار گفتنی زن را پیش نکنی. این شب آخر شبی که ما با هم بودیم زیا. تمام امروز با بهار صحبت میکنم. به این هم مشکلی بسیار دارم. دخترم را هم دیده نمیتوانم. سومن را گرفتن از بیتول میبرم. بعداً یعنی بعدی خلاص شدن خودم سومن را نزد خودم میارم. در حقیقت؟ در حقیقت. بهار بعد چی میشود؟ بعدی خلاص شدن من دیگر بهار هم از پس زندگی خودش میشود. چاره چیست؟ من چی میدونم. زهرا من اینجا میفرایم. برای خلاص شدنم جنگاور را دستگیر کردنم لازم. کوفیست آخر. از عدنان جسور دلگیر شدم. با بابای قادر صحبت کرده از این احوال خلاص شوم. دخترم در کجایی که نباشد پیدا میکند. فهمیدید؟ بابای قادر، متاسفانه همه جا رو دیدیم. خاموش باش. جنگاور دخترم را با کجا که نبرده باشد پیدا میکند. گپمید. تلفنت را به من نمیدی هجری؟ این با کی باشد؟ حاضر وقت تلفن کنی تا است؟ الو پدر؟ دخترم تو هستی؟ منم پدر. دخترم خوب هستی؟ خوبم پدر. آن جنگاور با تو کاری بده نکرده است؟ نه کاری نکرد. مرا گرفته برد و بعدن آزادم کرد. حاضر در کجایی؟ در خانه ام پدر. در خانه؟ در کدام خانه؟ خانه ای که در محل است. دخترم تو در آن محل چی کار داری؟ چی کار دارم؟ جوی من نزد هجری است. هجری؟ دخترم تو از جدا نشده بودی؟ او با تو خیانت نکرده بود؟ نه پدر، همه این بازی های وی زن افلاس بوده است. کدام زن؟ خودت میدونی کدام زن رو میگویم. بهوده مرا مپرس. مرا از هجری جدا کردن نمیتوانیم. با هجری خانه دار میشم پدر. آنها چه خلاشتی کردن؟ از آن ما از این راه خلاصی نداریم. نه خدا. اگر دخترم با او خاندار شود، این موازین روی دخترم را با من نشان نمیدهد. بابای قادر، جنگاور دختری شما رو دزدیده بود. پس چرا او رو سر داد؟ من این همه را از کجا میدانم احمد؟ من ستاره شناسم. این را تنها از خودی او وقتی که دستگیرش کرد نمیتوانیم فهمیم. بابا قادر، عدنان جسور شما رو دیدن میخواهد. عدنان جسور گفتی؟ جنگاور رو از دست دادیم. چه خیلی آن ثبت رو میگیریم. سلام و درود به پایان به کل مردم شریف تاجیکستان، به کل تاجیکان روی دنیا، مهاجرانی که این لحظه ما رو میشنوند. ایلهام جان شادی هستم با تخلص مگم با وقت کوچکر
و کسانی که میخواهد که گرانیسه قزاقستان مسکو را گذر کنند شما میتوانید که با این رقم‌های تلفن زنگ زنید شرکت محیدین از کانال تاجیکس پروداکشن سخن کنید. البته کمپانی محیدین شما را دستگیری میکنه با وقتی خوش با سر بلند با خنده شما را گرانیسه برده با سر بلند میارند. کسانی که یعنی که حجت ندارن و پیش ماشین های گرانیسه گذر اومده نمیتونن البته شما زنگ زنید ای تای دم اومده شما را میگیرن برای شما سربلندی سرفرازی توانه میکنیم. خداوند یار و مددگار شما. شفیار موگم و کاندوکتور کوچکار راست میگه. هجری؟ استاد تو در کجا هستی؟ سنم را دزدیدن تو خبر نداری؟ دزدیدن گفتید؟ کی دزدیده است استاد؟ حاضر دیدم سنم در خانه‌اش است. در خانه‌اش است؟ چخیر در خانه‌اش است؟ گفتن او را جنگاور دزدیده است. معلوم که رهایش کرده است. چخیر رهایش کرده است؟ استاد آخه رهایش کرده است. معلوم شد که رهایش کرده است. ای هجری تو چخیر آدمی بی‌پروا هستی ها؟ رها کردن خودش چی گفت؟ استاد آخه رهایش کرده است یعنی دیگر چی گویم آزاد کرده است. ای پسر جان من چی میدونم اگر او را ببینم سرش را میکفانم چشمش را میکوبم بینیش را میشکنم پایش را میشکنم یگان چیز گوی آخر بگو. استاد من وقتی که اون جنگاور را دستگیر کنم گولیش را زیر کرده درو برویش با او میگویم یعنی حاضر بیفایده در هوا چی میگویم استاد؟ اوه هجری تو از راستی مردی حقیقی بوده ای حلالت باد. یعنی مرا گوش کن اگر جنگاور را دستگیر کردی به من خبر دی اگر او رو دستگیر نکنم آزاد نمیشود. استاد من نفهمیدم یعنی جنگاور با آزاد شدن شما چی علاقه دارد؟ بابا قادر است کی است در دستی او یک نوار ویدیویی است فهمیدی؟ برای آن ثبت را گرفتن جنگاور را میخواهد. امشب نوار را گرفته باید با استادم دهم. شکل گرفتن ثبت را راهش را یافتم با شوکت باید زنگ زنم. هجری مرا یک کار تجاری برآمدنم لازم. خیر تا بازدید. از همه خوبش من گپ رو دراز نکرده موضوع رو گویم. چی خیلی که میدانید دختری امای من ملیس با دختری شما سنم دوگانه نزدیک است. با فکرم از پشت کمالی سیاه با ملیس دشمنی کردن تماما درست نیست. یعنی با فکری من. سرم تو چی میگویی؟ مقصدت رو درست فرما. وای بابای قدیر دیگر از پس ملیس نشوید. دختر به خارجه گریخته رفت. سرگردان است. اویلش اینجا پریشان است. بزرگی کرده دیگر از پس دختر نشوید التماس. سرم تو چی ها میگویی؟ کدام ملیس؟ من از پس ملیس نیستم. آن مسئله که ها پوشیده شد. چی خیلی؟ کمال سیاه مکان سقراط را یافته گفت آن مسئله حل شده است. مسئله پوشیده شد؟ ای کمال سیاه چرا این را با من نگفته است؟ اوی زیرک اوی معلوم که ملیس بودنی من را میدونسته است. از فرصت استفاده برده است ها؟ محو شدی تو کمال سیاه. تو از پس چی هستی شیر بچه؟ کنی کشاده روشن گپ زن؟ وای اکای قدیر بابا ای بابای قدیر نه چیزی نیست. من میروم بابای قدیر نباشد. من میروم. من خیر تو بازدید رحمت سلامت باشید. پناهتان با خدا. الو شوکت مرا گوش کن تعجیلم به انبار بیا. با چی گپشی؟ سوال نده کار هست زودتر بیا. ای آدمی روزدار غم میچیده. بله چرا این فکر رو نکردم من؟ شوکت را جنگاور گفتم میسپارم از بابا قادر ثبت رو میگیرم کارم تمام. آبا از راستی این میشه. آها این همون پاپی مونویس مگه؟ بله کنی رفته او را گرفته آرد. من رفته اوستای خدنگر را بیارم. دمید یگون چقدری هست که این سه بدبخت همونجا نباشند. آی برادر نگوید آدم مسلمان از خدمت میگوید مگر ایسا. آی برادر ایسا روزت را نشان میدهم کمال سیاه. تماشای فیلم و سینما بوده است. خرچنگ پخته است. گلهای سرخ آورده است. بخیر شوده
به تربیه باز از من پنهان کرده است که بابای قادر از پس من نیست. تو روزت را میبینی به تو نشان میدهم. او جسور تو در کجا میگردی؟ خبر نداده غیب زدی ها؟ بیشرم حالا هم عدنان میگوید. چی شده است؟ میدونی خودم رو به زور داشتم بر رویش یک مشت. چیزی نیست. یک لحظه چرا من این رو میزدم؟ دیگرها رو گویم که لطو کند او را. کمال سیاه تو کمی مرا اینجا منتظر شو، می اویم. ای چی شد عدنان؟ با کجا می روی؟ کمی انتظار شو و اینجا بیا، باز ماشین تو را نزند. آکاها باور کنید از من نشنیدید، اما در بیرون نفر با نام کمال سیاه هست. از دهانش چیزی که آید گفتن میگیرد، همه را حقارت میکند. تو چی گفته ایستاده‌ای؟ با خدا من نمیگویم، کمال سیاه میگوید. پیشتر با انگشتش اینجا را اشاره کرد، گفت که اگر در درون چقدر بکسیاری که باشد همش را فلان و بهمدان میکنم. گفتم ای باز، یعنی چرا دشنام میکنی؟ مرا هم دشنام داد، قهرم کرد. کی بوده اصلا کمال سیاه؟ در بیرون است. حاضر به تو روزت را نشان میدهن کمال سیاه. کجا شد این دختره؟ او را خوب لطو کنید، عقلش به سرش آید. چی گپ است؟ تو کی هستی که دشنام میکنی؟ شما چی ها میگوید دادرم؟ چی خیل شده؟ من شما رو با این ورزشگر بودنتون باز کینگ بوکسیور هستند. کنه خزید گم شوید، در چشمانم نتابید دیگر. کمال برادر 2 دقیقه بکار نمیستی. بخیر است، چی شد با سرت رو در بلا گرفتار کردی؟ چی میدونم عدنان، یک بار با من هجوم کردند، دشنام هم نکردم. من خودم نفهمیدم که چی در دارند. بیا من انیق کار کرده ای، وگرنه چرا به تو یک بار هجوم میکردند؟ با خدا کاری نکردم من. خیر بیا روید. این همون پاپیمو نیست مگر؟ خودی خودش. کمال سیاه بکا بریم خندش کنیم. بکا کمال سیاه بکا باش. با خدا عقل من نمیگیره سردارم. این جنگاور بی پدر چه خیلی خیلی رکشته باشده باورم نمیایه. این بدبخت یگان بر آدم نمیکشت. این چیشه نفهمیدم. ای بی عقل، همش از پسی کلتکیلس شد. همین این کارها را او میکنه. اکمال بخدا در بدای اچکیام زدی. امید فقط امید دم به کلتکیلس نمیگه، روز میتیم او را. ای پسرم، کلتکیلس با اون آدم همکار نیست مگر؟ کلتکیلس او را مثل خودش کرد. سردارم اگر امید 2 نفر را با هم دیگر جنگ بدازیم که میتونیم که هر دوشون را دستگیر کنیم. آسان یک کار کنیم هر دو رنگ زنکا قری کنن نکنن. انا ها 2 زنکی با هم دیگر که جنگ کرد سیراشون فوش میشه. تمام. ای لوند، تو همین اینها را خود حاضر فکر کردی؟ بله سردارم، با فکر موی تنت خسته. تو دیوانه هستی. خوردگی تو زهری بدن تو. باشم اونال میبریم را بخیر. نه قبلی شاخی. این مردک پاپ گریخته است. اینا پسی پاپ برای چی میدوند؟ پاپ؟ چی گپ باشد؟
بدوی مرده آبا چه بسی چیکار نمیکنه در نمیام آخی زو بکابش کنم بکابش بکاب انا حاتن یا الله چرا تو میگریزی شرافیدین برادرم؟ بین برای تو شده یک استای خطنگر آوردم دستش بسیار سبک است تو نترس درد نمیکند ایست آخیر برادر با کجا میروی ها؟ با مگیتی چی گپ است اینجا؟ شما از جناب پاپ چی میخواهید؟ کمیسر ما شرافیدین را خط نکردنی هستیم شرافیدین گفتی؟ شرافیدین کی است؟ سردارم شرافیدین با فکر مامو پاپ است گوش کن مگر نام پاپ شرافیدین میشود؟ ممکن یگان رگش تاجیک باشه خاموش باش لوین شما از پاپ چی میخواهید؟ گفتم که کمیسر او را ما سنتی میکنیم سنتی کنعان تو دیوانه هستی ها؟ یگان پاپ را خط نمیکنن مگر؟ آخر پاپ مسلمان شد مسلمان شد؟ بله کمیسرم تنها خط نش نمیرسد اگر اجازه دهی آن را بجا آریم همش پره میشود استای خط نگر به جناب پاپ را گرفته میرویم یک لحظه مادامی که مسلمان شد چرا لباس پاپ را میپوشد؟ اکای اونالی نه مسلمان شده و لودت کلگی نیسته ولی اگر خط نش کنیم ممکن با مسلمان شد و لودت کنوخی پس خاموش باشید آخر اون نمیخواد که خط نکرده شود مگر به خط نه مسلمان میشود کمیسر چی خیلی مسلمان آخر او پاپ است کمیسر هجری وسیله شد کلمه شهادت آورد همه ما شاهد هستیم همین خیلی نه رفیقان شاهدم من بله مسلمان شد شاهد ما سردارم اگر این مسلمان شده باشه دیگه اگان ریلاج نداره اگان راه نداره بریدن در کو برین در خونه دا برین چی کنید مسئله شبینید خط نشکنید چی خیلی خط نکنی حالا ایستید وای از پاپ میپرسم جناب پاپ تو در حقیقت مسلمان شدی برادرم؟ اگر گویم که شدم کنعان مرا خط نمیکند از همه بد شوکت بودنم رو میفهمد انیق مرا میکشد اگر گویم که مسلمان نشدم قیامت میشود یا خدایا تو مرا ببخش دیده داخل نشده هم میگوید جناب پاپ تو چه خیل آدم منافق بوده ای از پشت تو شدم من جستجوی شوکت را رها کردم یعنی تو مسلمان شوی و از ثوابش یک قسمش نصیب ما شود گفتم مادامی که نمیخواستی چرا نگفتی که اینقدر سرگردان کردی ما را از اینجا رو گم شو تمام جناب پاپ میتوانی روی дай бог вам здоровья большое спасибо استای خط نگر تو هم رو دیگر کمیسر از کلتکیلاس خبر هست؟ هم برده کلتکیلاس هم خط نکردنی بعد چی؟ کلتکیلاس رو با همکارش جنگاور دستگیر میکنه چی؟ چی؟ او با جنگاور همکار بود است؟ санам ҷон чӣ кор мекунӣ гулҳоро об медиҳам иҷри намебинӣ магар туро об пошам мехоҳ иҷри ҷон накун не накун санам накун истохир санам чӣ кор мекунӣ санам накун аз барои худо либосҳома беторат кардӣ шо тамом биё дигар намепошам тамом биё об намепошам қавл медиҳам ба ин чӣ шуд об хушк шуд не кушодааст гулро ана ин хилоб медиҳам не накун иҷри накун охир чӣ шуд майдачам ана накун иҷри наравист охир бародарам чӣ хела ба ман либоси ҷанговарро пӯшонда бурда ба бобои қодир таслим мекунӣ ту чиҳо мегӯӣ ин фикрат хато бачаҳо мара зинда ба зинда мекушад آخر روی آن آدم را نمیدانند تنها او را همچون نقابدار میشناسند و تمام بسیار آرام شدم آن آدم مرا بیند دیگر نقابم را نگاه نمیکند راست مرا میپراند سفسطه نگو شوکت تا وقتی که با تو یگان کار میکنن من آمده تو را نجات میدیم
نه کلاس جان بزرگو میگن که نامرد باشو زنده باش برای میتونی مرا نامرد گویی شفقت بس کن آرزو کردن را من تو را از خطرها چند بار نجات داده بودم ها گنی اینجا بشین گوش کن برادرم میخواهی که من در محبس پوسیده روم باید آن صبر رو گیرم چرا نمیفهمی همه رو و باز میخواهی دخترم پدرش رو همچون قاتل شناسه التماسی خیل نکن برای برادرت نیکی کن خیلی مایلش به خاطر روزای گذشته برادرم یک خدمت میکنم مایلش رحمت برادر نیکی اگر مرا بکشم ببین بهترین انسان هستی با شما مردکیم برادر رحمت یادوری کانون مرا کشتنی بود که اومدی خلاصم کردی خاطر همون روزا مایلش میکنم نه زهرا جان چیزی نشده است خوبم من شو جانم برای زنگ زدنت تشکر تو بازدید اوفه کجا شد این هجری سر و لباس هم را ترک کرد و رفت روزت را نشان میدیم مثل کودک هستی سنم سر و لباسم را ترک کردی این چی است ها؟ این کورتا؟ این کورتا ها رو دیگر کی میپوشد؟ نمیپوشن مگر این کورتا را رفته زود ایواز کن هجری چه خیلی خیر ایواز کن گفتم اوف ای باز مثل همون پوشیده هجری رفت دیگر کورتا پوش دیگر کورتا؟ ایوازش کن تو این کورتا را چه خیل پوشیدی ها؟ همون کورتایی که داغ لب سرخی داشت نیست مگر؟ من به تو نگفتم این رو پرتو نگفته بودی؟ نباشد حاضر میگویم رفت پرتو او رو منتظر چی هستی هجری؟ زود رف ایواز کن ای دختر در حیاتم همین قدر کورتا دارم دیگر ندارم کورتایی که برای تو هدیه گرفته بودم نمیپوشی هجری جان؟ کدام کورتا باشه؟ گویا که نمیدونی هجری کورتایی که رنگ گلابی دارد همان رو میگویم رف اون رو بپوش رنگ گلابی رنگ زنکی است من نمیپوشم اون رو پوش گفتم تو رو نمیپوشم ای؟ میپوشی زود رفته بپوش لباسا زیبا کلاس جون زیبا با خدا از حقیقیش فرقی نداره یعنی که مانند شده یکی مسخره داری ها؟ لبه خوش کلتا کلاس چی شد؟ جنگاور رو یافتم یافتی؟ یعنی جنگاور نزدم است او را زود با سراغایی که به تو میفرستم بیار تو هم ثبت را بیار پیش درایت میرویم برادر اگر یگان خطاگی شود میدونی که من میمورم او آدم رو فهمیده نمیشود باوری داری که او مرا نکشته تو مرا نجات میدی نه شوکت تو چرا میترسی کاری نمیکنن به یگان انبار نمیبرن من از پسشان تعقیب میکنم با تو کاری کردن نمیتوانم تو را نجات میدیم کاری همیشگی این من همین است آخه تو خودت میدونی سلامت باشی کلتا کلاس دل من بسیار پر کردی کنی پیش دارم رفتیم خوش جنگاور کجاست؟
او را چه دستگیر کردی؟ در جنگل ایزش را یافته از پسش شدم. وقتی که او را بیکار دیدم دستگیرش کردم. جنگاوری که یک خودش آدمهای من را میزد، تو خودت تنها چه او را دستگیر کردی؟ آن طرفش سیری کاری من است. همین است جنگاور؟ آدمی سالم هیچ مانند نیست. او مانند یک گدای هست. به خدا با کی یا چی مانند بودنش به من دخل ندارد. من در قولم ایستادم، جنگاور را به تو آوردم. تو هم در قولت ایستو، آن ثبت را به من. چی سراسیمه کلتکیل است؟ میدی هم ثبتت را سراسیمه نشو. بابای قدیر، جنگاور را چکر کنه؟ او را به انبار برید. کارش را آنجا تمام میکنم. اما بعضی چیزها را باید از او پرسم. ثبت در کجاست؟ ثبت رو با او دهید. از کجا میدونم که در این همان ثبت هست یا نه؟ چی باز برای تو یگان نوتبوک بیارم مگر جناب حضرت کلتکیل است؟ ثبت در دستت. در کجایی که میخوای رفته بین. خیر، ثبت در دستم. رفته باید شوکت را آزاد کنم. من دیگر این کرته را نمیپوشم. بسیار زیبیده است. بسیار شیرین شده ای. دخترم، با تو مژده دارم. آن جنگاوری که تو را بوده بود در دستم. چی؟ جنگاور رو دستگیر کردی؟ بله جانم. حاضر رو نسبت کارهایی که به تو کرده جواب میگوید. پدر، تو جنگاور رو میکشی؟ این آدم جنگاور گفته کی رو میکشته باشد. هرگز نکن این کارو پدر، او رو نکش. جنگاور چند بار مرا از مرگ نجات داد کو؟ هجری، پدرم جنگاور رو کشته نیست. ای برادران، ما هم خرسند بودیم که پاپ را مسلمان کرده ایستاده ایم، اما فهمیدیم که دروغ میگفته است. اکای برای خدا چیکار کنیم؟ همین آدم را به زور مسلمان کرده میشود آخر. به زور مسلمان؟ این کلتکیل است نیست مگر؟ اکا به خدا که او است. از پسش تعقیب کنید. کشا دارم، در را کشا. اینش باز چی است؟ کنعان دیوانه از کجا پیدا شده؟ جین زنت همین نمیرسید. از دست نرود، دستگیر کنید او را. احمد،
بگو جنگاور رو بیارم. اول میپرسیم بعد گورش میکنیم. келас ба худо агар маро букушам ба бимантра чӣ кор мекунам? مرا بگذارید. باید شوکت را نجات دهم. او را میکشند آخر. من تو را میکشم خزنده. تو و برادرت را کشته این دنیا را از دو حریف افلاس تاب تازه میکنم. Ака баҳуш намеояд. چی خیلی باهوش نمیآید؟ او را باهوش آره. با سرش پرونه در خوابش مرد. دیدی؟ باهوش آمد. نهایت با تو شناس شدیم جنگاور ها؟ کالتا келас бадбахт гушошиди охи мара мекушам. وای با دست خودمان بچه را سپاریدیم. آنها از راستی شفقت را میکشند. آه برادرم. با دقتی تمامی گروه ها جنگاور با موتورسیکلش عین زمان از ساحل گذشت. چی؟ جنگاور گفتی؟ بله زود باشید. تمام لبن در 1 دقیقه میرسد. جنگاور گفتی؟ به عقل جنگاور را میگن در موتورسیکلش خرید در لب ساحل دیدگیان. ساحلی؟ لب بحر. پسرم در ساحل بابای قادر انبار دارد. بابای قادر آنجا باشد کلاس هم آنجا است. اکاونال با دقت گلبزما گوش که گل در بالای مرسدس لوینش موده گپ نداره. گپ نیست. لوینت کارت کلاس رو دستگیر کرده جنگاور رو هم دستگیر میکنیم. تو دختر من رو چه دوزیدی؟ تو خودت کی هستی ها؟ چه جونه؟ دخترم را چرا را بودی؟ چی مقصد داشتی بگو؟ گم نمیزنی؟ خوب؟ خودت میدانی کلمات را عرضه کن. شوکت دیدارو به قیامت. کلمات را عرضه کن. اکا بخدا مرا نکش. چه نکشم تو را؟ اکا من جنگاور نیستم. چی ها میگویی تو؟ قاعده بغدادی بزنم من جنگاور نیستم. درو ما فکر میکردیم که تو آدمی با دیل و گرده هستی. چقدر آدمی ترسانچک بوده ای تو؟ ها؟ حیف بود بر تو. مثل آدم هم مرده نمیتوانی. تفو با یادت بگی توفته هم مردک به قاعده بغدادی قسم خوردم. چه مرا باور نمیکنی؟ ایقا که باور نمیکنی برای کالتا کلاس پرس. با خدا اینه برای کلان دیوانه را پرس. اون مرا میشناسه. چی میگوید این ترسانچک؟ ака аз тарс афсата мегӯяд биё кушемро равад. کالتا کلاس ما رو فریب داده است. من شما را گفتم که جنگاور نیستم.
اوف خدایا من چیکار میکنم ها؟ بهترش بابای خودی رو زنگ زده گویم که شوکت هست جنگاور نیست دیگر ما چاره ای نداریم شوکت؟ الو ای بدبختای من خلاص شدن بده اینم من زنده ام وای شوکت زنده هستی کو؟ یه بدبخت با ایزونو کشیده میگه زنده ای من زنده ام بدبخت تو این کارو نخواهی کردی که مرا بکشن تا من خلاص شوی ها؟ وای برادر جان به خدا تو رو نجات دادنی بودم و میدونی از پیشم کنعان برآمد ای همون کنعان اگر همین تقه جنگاور نمی بود من بر وقت میمردم جنگاور گفتی؟ تو رو جنگاور نجات داد؟ ای صبح بفهم که تو برادر من نیستی برادر جانی من اینم یکی جنگاوره کنیسی ازی خیلی ای شیرینه یا خدای مهربان من اوف به من چی؟ کی برادرت هست کی نیست؟ خیر حاضر رفته خبری مژده‌دار را به زهرا میدهیم بعدن یک جای به نزد اون نل میرویم در کجاست جنگاور؟ در کجاست؟ سردونم با فکرم ما دیر کردیم چی خیلی دیر کردیم ها؟ چی خیلی دیر مونده؟ مردک بکرده کلاس هم نیست شما را صدقه گلبازم کنم فکرتون خطا بود چی خیلی فکر خطا ها؟ تو بر این آدم افلاسی کوچگار پیش درو میروه بچه یابلا چی خیلی گپ زنی های؟ خداوند از تو راضی باشد اکای جنگاور بیا موچت کنم با فکر نکنی که ما آدمای خولیم جنگاور همین تو مردکی زنه همین مردک باشه و زنک اگر زنک باشه من زفتا از چاقش کردم لباساشو پوشیدم و فکر مقلوش شدم عزمی جان سلطانم ماشینی سرخی من کنی؟ میدانی این خیلی شد سفارش دادم ماه آینده دسترس میکردند بسیار دیر من حاضر میخواهم زود رفته ماشینی سرخی مرا بیار این دختر چرا ماشینی سرخ میخواهد یا خدایا کرته او رو دیده به یاد آورده است البته سرورم حاضر رفتم من میارم ماشین را عزمی جان سلطانم تا باز دید اصلا به شما ینگه خیلی شیرین است بسیار آدمی خوب است ها درست زهرا زیا آمد زهرا؟ زیا آزاد میشوی درست است؟ بله آزاد میشوم خوشحال شدم با واسطه این ثبت خلاص میشویم انشالله سلام سلام جانم بسیار خرسند شدم البته پدر جانی من شاه دخترم خانم بهار وقت دارید کمی صحبت کنیم؟ بله جناب زیا بفرمایید میایم دخترم حاضر میایم کنه بیا مایده چه خانم بهار یعنی اولا به شما چقدری که تشکر کنم کم است یعنی سلامت باشید سالهای دراز من را وقتی که من نبودم مادری کردید وای من از شما یک کاری خوبی دیگر میخواهم بفرمایید گوش میکنم جناب زیا یعنی اکنون من به جایی رسیدم که آزاد میشوم خدا خواهد سقراط باشد مرده است یا نمرده است نمیدانم کنانی دیوانه از پسم است یعنی چی خیلی که فهمیدید بالای سرم بلا بسیار است من میگویم سومن را گرفته به نزد خواهرم روید چی خیلی میشودم بخشش اما من این کارو کرده نمیتوانم چرا کرده نمیتوانید نفهمیدم یعنی من عدنان جسور رو اینجا گذاشته به هیچ کجا نمیروم عدنان جسور گفت بله حیف بر تو این زن از حد گذراند ها اما خانم بهار خواهش میکنم جناب زیا
لطفاً مجبورم نکنید. یا خدایا همینش نمیرسیده. نه این خیلی نمی شود. من باید از این زن رهایی یابم. برای این اکنون وقتی بازگشت میلیس شد. جانم با بهار گپ زدی می رود؟ صحبت کردم، یک دو روز پس می رود. کنی رفتیم ثبت را تماشا کنیم. رفتیم تماشا کنیم. چه حال داره کالتاکلاس؟ این چیه؟ آدمی پس تو فکر کردی که ثبت راز راستی بده بدیم؟ مرا فریب داده از بیشرف. او کالتاکلاس، مرا فریب دادی. من جواب این راستو میپرسم. اکنون چی کار میکنیم زیو؟ چی کار میکنیم زهرا؟ امشب رفته ثبت را میگیرم. دیگر چاره نیست. خیر تا بازدید. جناب پاپ تو را در آسمان ها می جستم که در زمین یافتم. ارو امک جون در شلپت صدقه من مسلمانم. تبی پکزل بروده. مانید این گپ ها را جناب پاپ، خودش چی گپ است؟ من باید تعجیلاً گناه هایم را تازه کنم. اگر دانی که دیروز چی کارها کردن، چی کارها؟ این مرک یک آدمی کلان پا دلوی گور رسیده سوزرم گناه میکنی. برای در یکان شرشر خط باشو گناه پاک میشه. بیاید رفته گناه هایم را تازه کنیم. بخشی شوکا من به چند لحظه شما فهموندم من مسلمان چوه من از نمیتید روم. جناب پاپ گپ رو دراز نمی کنم، کوتاه نخ می کنم. بیایید رفته گناه های من رو تازه کنیم. اما که شما حاضی برین از 4 روز دیگه گناه کنین مایلش بعد بیا میریم یکون جو میشیم همه گناه تا پاک میکنیم. رفتیم بیا به کلیسا رفته گناه های من رو تازه کنیم. بیایید به کلیسا رو میلتیماس میکنم. بیایید رفتیم. همون نچه دست بگی ای برات قدم قربون برای قطعی همون یک کلیپ کن گناهات همش میریزه. آخر این وظیفه تو نیست برادر نیست. تو چی کار میکنی؟ با اهل دین چرا دست میبرداری؟ کشاله بدهی. از کلان سالان همین خیل پن گرفته. ای بس هیچ کس دست نبرداشته است. من به این جناب پاپ میگویم که گناه های من رو تازه کنیم، اما گناه های من رو تازه نمیکند. این وظیفه اون نیست مگر؟ جناب پاپ درست گفته است. گفتی بیا گناهی مرا تازه کن، آنها خود به خود تازه نمیشوند. موسفید اگر تو گناه کرده باشی رو به درگاه خدا کرده دست گشاده دعا میکنی، توبه میکنی، انا آن وقت خداوند تو را شاید ببخشد. گناهان چنین پاک نمیشوند. تو دیوانه هستی چی؟ توبه نمیکنم. من گناه تازه کردن میخواهم. آخر گناه تازه کردن نمیشود. رفتیم تو باید توبه کنی برادرم. رفتیم توبه کنی. آخر نگذاشتید که یک گناهم رو تازه کنم. نگذاشتید پاک شوم. لا حول ولا. یا خدایا گناه های این بدبخت ببخش. جناب پاپ، جناب پاپ، خدا تو را به نزد من فرستاده است. استغفر الله. جناب پاپ، من یک خزینه داشتم. یک دوستی ابله خزینه مرا دزدید. خزینه تو را دزدید؟ بله، خزینه ام را دزدید. شما خوب فهمیدید. حاضر من را عاجلا یک خزینه یافتن لازم. شما از اهل قدیمه استانبول که هستید، یعنی خزینه ها در کجا هستند خوب میدانید. میگویم و من گویید که خزینه بیزانس در کجا هست. رفت آن را یابم. من باید زود یک خزینه یابم. پسرم تو بیمار هستی. تو کلت کار میکند. در این زمان خزینه بیزانس در کجاست؟ جناب پاپ، اگر آن خزینه را یابم حتما حق تو را میدهم. توبه. پسرم من تو را نادرست فهمیدم. نسبتی تو خطا فکر کردم. مرا ببخش. تو بسیار آدمی پاک دل بوده ای. من به تو یک سراغه خزینه بیزانس را میدهم. آماده هستی؟
آمادم جناب پاپ، آمادم. ناحیه شوراباد دیده ای؟ دیدم. دیدم. خانه قدم قربان دیدگی هستی؟ آنجایی را هم دیدم. باور که خزینه را تو میوی. انشاءالله. آمین آمین. در پشت خانه قدم قربان یک قبرستان موجود است. در و میره درون همون میدروی. قبری رقم 120. انا نمیدونم قشلاقای همون زنجیریه قشلاقای شوراباده انا مجده هسته خزینه. فهمیدم جناب پاپ. حاضر قبرستان قشلاق زنجیری رقم قبر فراموش کردی؟ ای بچه قبری رقم 120 بکن خزینه در زیر اموای. از هیجان جناب پاپ. در کلت خوش رو جا کن. فهمیدی؟ یک قبری نیم کنده رقمی 120. فهما قبری رقم 120 قبری نیم کنده. خداوند تو را هدایت کند انشاءالله. همیشه برای هدایت گفتند دعا میکنم. آمین آمین. خداوند تو را هدایت کند انشاءالله. سپاسیبه وایسین. ای شوکت بلال بزنه پاپ شده کو. خدایا توبه من مسلمانم. توبه استغفرالله. اوه از عدنانی جسور خلاص شدم. ملیس ای عشقم جانم خوش آمدی دخترک زیبایم. خوش آمدی. یا خدایا چی شده باشه؟ چرا ملیس این خیلی پوشیده است؟ خیلی زیبا شده. ملیس جان یادت کردیم. خوش آمدی. خوش باشی جانم دختری امکم. استراحت به تو فاریده است. تشکر میکنم. خوش آمدید خانم ملیس. خوش باشید ولی بخشش نشناختم. کی هستید؟ فراموش کردم. به وجدان رو ببین. کمالیسیو. خانم تولین عدنان رو نمیبینم. در کجاست؟ عدنان وای رفت. یک دقیقه با کجا رفت؟ با زادگاهش رفت. یک کاری تجلی بر اومده است. رفت. عدنان از راستی به خونه اشون برگشت؟ جانم گفتم که با زادگاهش رفت. خیر خوش نکرده با کجا رفته باشده؟ زهرا جان خودت میدونی او بعضا این خیل کارها رو میکند. خدایا باورم نمیآید. این غیر امکان است. با خیر است. چی گپ است خودش؟ ای ملیس جان نپرس. چی حادثه هایی که نشد همش رو به تو نقل میکنم. کنی به خونه رفتیم نقل کنید. بخشش نوشی جان. بسیار زیبا آمدند. کلچه قندهای سیبین به هجری بسیار محقول می شوند. بنفشه؟ تو از کجا بر آمدی؟ این کیست ها؟ دوستانی عزیز، اگر شما خواهش سفر کردن به وطن را دارید و می‌خواهید که از شرکت بایرنوک چیپتای هواپیما را خریداری نمایید، مرحمت به شرکت برداران تاجیک ما که سالهای درازکار فعالیت میکنند زنگ زنید و ما برای هر یک چیپتای فروخته شده کفالت میدهیم، زیرا برای هر یک شخصی خریدار پیش از همه بایرنوک بودن شرکت خیلی ضرور است و ما این شرکت را برای شما دوستان توصیه می‌کنیم. شرکت و زیاد از 5 سال میباشد که کار فعالیت میکنیم. روی رقم‌های چون شما میتوانید با واسطه وایبر، واتساپ و ایمو نیز با تماس برآیید. باز او را خانه می درورد. این دیده هایم در حقیقت باشند. حاضر به تو نشان می دیم اجری.
даро кушо ҳиҷрӣ. кани даро кушо. санам ҳайфи муаззин будани ту ҳиҷрӣ. чӣ шуд санам? инро ба ман чӣ раво дидиа? чиро? як суист. ин духтар ки аст ҳиҷрӣ? ту чӣ хел инро ба ман раво дидӣ? модоме ки дӯст дошта дорӣ чаро аз ман пинҳон кардӣ? ту чиҳо гуфта истодаӣ ӯ хоҳари ман аст санам? ту бо ҳиссиёти ман чӣ хел бозӣ мекунӣ? ту чӣ хел ин корро ба ман кардӣ? санам хоҳарам аст мегӯям, хоҳарам аст. ҳоло ҳам боварам намеояд. чӣ хел кардӣ ин корро? чӣ хел? ака чӣ гап аст инҷо? туро он қадар дӯст доштам ки туро аз ҳама зиёд. чӣ? ака гуфтӣ? хоҳарчат? ака? маълум мешавад ки ака хоҳар астед. ё худоё, аз шарм замин намекафад ки дароям. ҳиҷрӣ хоҳаре ки дар борааш нақл мекардӣ ҳамон аст? охир чаро омаданашро ба ман нагуфтӣ? салом ҷонам, хуш омадӣ. хуб ки омадӣ. ман санам Бунафша будӣ, не? бале, Бунафша. аз шиносоӣ бисёр шудам. акат ҳатман дар бораи ман ба ту нақл кардааст. шах шуда наистед? мисли хонаи худат бимон. лутфан биншин. ҳиҷрӣ ту ҳам биншин, мисли хонаат роҳат бош. ҳиҷрӣ чаро нагуфтӣ ки хоҳарат меояд? одам пештар мегӯяд ҳамин хел, не? ягон омодагӣ медидем, ҳамин хел дар ҳолати омода набуданамон омад. ва чӣ хел духтари зебо, чӣ хел духтари беозор хоҳар доштаӣ. бисёр маъқулам шуд. дӯсташ доштам. раҳмат санам. хоҳарам аз шаҳрамон омадааст. ҳуқуқшинос мехонд. ин ҷо барои пайдо кардани ҷои хобу истиқомат омадааст. яъне маро ҳам сюрприз кард, хабар надода омад. кори хуб кардааст. истед ман барои шумо қаҳва дам кунам? санам лозим нест. не мекунам, ҳозир меоям. ака чӣ гап аст ҳа? ё ин ки ту аз мо пинҳонӣ хонадор шуданӣ? Бунафша, акаат аниқ дар бораи ман нақл кардааст. мо бо акаат номзад ҳастем. ҳиҷрӣ ё ин ки ба ӯ нагуфтаӣ? гуфтанӣ будам, аммо ҳама кор яку якбора шуд. майлаш ҷонам, мушкиле нест. ана ман худам гуфтам. ҳафтаи оянда номзадӣ мекунем. номзадӣ мекунем? номзадӣ яъне фотиҳа? номзадӣ мекунем? дар бораи фотиҳа суҳбат накардем? ана ҳозир суҳбат кардем. дигар корро дароз накунам мегӯям. ҳафтаи оянда номзадӣ кунем, баъдан рӯзи тӯйро муайян мекунем. хайр набошад, ман мехезам. шумо акаву хоҳар каме байни худатон суҳбат кунед, якдигарро ёд кардед. баъдан боз вомехӯрем. бисёр хурсанд шудам. аз ин пас зуд вомехӯрем. ман туро гусел мекунам. не ҷонам, не, шумо инҷо шинед суҳбат кунед, ман худам меравам. ҳозир меоям. хайр, хоҳарҷон, хонагиҳо чӣ хел ҳастанд? хуб ҳастанд, салом расонидан. алайкум салом. бунафша чаро хабар надода омад? ака аз ростӣ бо ин духтар хонадор мешавӣ? бунафша ҷон, ман хабар доданӣ буд, аммо фурсат наёфтам ки бигӯям. ҳама чиз яку якбора шуд. охир модарам ҷанг мекунад гуфта, барои ҳамин нагуфтӣ? алло устод. алло ҳиҷрӣ,
دیگر در خانه تو نمیستم. گفتم خبردار کنم. چی شد استاد؟ در خانه زهرا میست. استاد یا اینکه آزاد شده چی؟ نه، سب در دست بابای خادر است. خیر چی کار میکنید استاد؟ باید کار کنم. خیر تا باز دیدید. حاضر رفته آن سب را باید گیرم. بنفشه من یک کاری تاجیلی دارم حاضر. رفته حل کردم می اویم. سردار در فرودگاه دستگیرش کردیم. با خارجه میگریخت. فکر کردی به کجا میروی؟ حالا با تو کارم تمام نشده است.
در همین جای هاست، ولی در کجا؟ تو اینجا چیکار میکنی؟ این رو از کجا گرفتی؟ تو کی هستی؟ چرا همیشه مرا یاری میدی؟ خوش جنگاور، خوش کلتکیلاس، اردیاتان و خانه هم خوش آمدید. من هم منتظر شما بودم.